جذب کننده حرفه‌ای، نویسنده گابریل برنستین، گردآوری و ترجمه رویال مایند. مونا کهوند هستم، راوی. فصل 5. پرده ها را کنار بزنید. در کودکی از دنیایی فراتر از دید فیزیکی خودم آگاه بودم. من به فرشتگان اعتقاد داشتم و بسیار شهودی بودم. در آن زمان هیچ پرده‌ای بین دنیای فیزیکی و قلمرو معنوی وجود ندارد. به همین دلیل اغلب میشنوید که بچه‌ها درباره فرشتگان میگویند یا با دوستان خیالی خود صحبت میکنند. حتی ممکن است در مورد مرده‌ها صحبت کنند یا به طور شهودی چیزی بسیار عجیب را پیش بینی کنند که به طور طبیعی نباید درباره آن اطلاعی داشته باشند. در این حالت معصومیت، بچه‌ها می‌توانند دنیایی را فراتر از محدودیت‌های بدن درک کنند و با یک دید معنوی ببینند. من به عنوان یک کودک خردسال به خودم و قدرت بالاتر اعتماد کردم. با گذشت زمان و بزرگتر شدن ترس‌های دنیا، آن ایمان از من دور شد. در دنیایی پر از ترس و محدودیت احساس تنهایی، ناامنی و ترس کردم. لحظات زیادی بودند که در آنها از عشق کائنات جدا شدم. من شاهد طلاق پدر مادرم بودم. کودکان دیگر در زمین بازی به من زور می‌گفتند و گاهی در مدرسه نمرات پایینی می‌گرفتم. این موارد از جمله تجربیات جدایی باعث ایجاد جهانبینی من از ترس شدند. هرچه بزرگتر می‌شویم، دستیابی به قلمرو معنوی سخت‌تر می‌شود. ما شروع به ایجاد پرده‌ای بین قلمرو روح و جهان فیزیکی می‌کنیم. همان جهان فیزیکی که برای اتکا به آن رشد کرده ایم. ما به جای روح بیشتر با بدن خود همسو می‌شویم. والدین، معلمان و سایر اطرافیان به ما آموزش می‌دهند و بیشتر تشویق می‌شویم تا این تغییر را ایجاد کنیم و جدایی بیاندازیم. هرچه سن ما بیشتر می شود، به نظر می رسد که تقریباً همه کس و هر آنچه که با آن روبرو می شویم، جهانی از جدایی و ترس را تقویت می کنند. افکار مبتنی بر ترس که در معرض آن هستیم، باعث تقویت اعتقاد ما به دنیای فیزیکی و دور شدن از قلمرو معنوی می شوند. خوشبختانه اگرچه تا حد زیادی در ترس دنیا گیر افتاده بودم، اما همیشه می دانستم که چیزی فراتر از این دنیای فیزیکی وجود دارد. این درک مرا از احساس سرگردانی و تنهایی نجات داد. حتی در تاریک ترین لحظات و شرایط معتقد بودم که با یک ارتباط معنوی هر چیزی ممکن است. من به عنوان یک شاگرد معنوی تمرین روزانه کنار زدن پرده‌های دنیای فیزیکی و به یاد آوردن نور و روشنایی قلمرو معنوی را انجام دادم. در میان تنش‌ها و آشفتگی‌هایی که همه ما با آن روبرو هستیم، این تمرین روزانه آرامش بزرگی به من بخشیده است. حالا نگاه از دریچه معنوی عادت من شده است. من از این دید معنوی استفاده می کنم تا به خاطر داشته باشم که کائنات مرا راهنمایی می کند و افکارم را به عشق باز می گردانم. بدون این ارتباط معنوی در دنیای ترس سردرگم و نامطمئن می شوم. یکی از راه‌ها برای ارتباط با این جنبه معنوی نوشتن است. در طول یک دهه گذشته 7 کتاب در مورد اصول معنوی نوشته‌ام. در این کتاب‌ها بسیار تلاش کردم که پیام معنویت را آشکارا مخابره کنم تا درک آن برای تمام افراد آسان شود. اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم، معتقدم که این کار بسیار مفید بوده است، اما احساس می‌کنم که باید بیشتر انجام دهم. هر کلمه‌ای که در اینجا می‌نویسم چیزی را به من یادآوری می‌کند که می‌دانم درست است. کلمات این کتاب‌ها مرا خوشحال می‌کنند. زیرا این روند باعث می شود که پرده بین قلمروهای دنیوی و معنوی کنار برود. برای اینکه به راستی بپذیریم که یک جذب کننده حرفه‌ای هستیم، باید پذیرای دنیایی فراتر از منطق و استدلال ساده باشیم. می خواهم شما را راهنمایی کنم تا پرده بین دنیای ادراک و دنیای ارتباط معنوی را کنار بزنید. فراتر از این پوشش جهان مبتنی بر ترس، معجزه‌هایی در انتظار شما هستند. شما این معجزه‌ها را مسدود نکرده اید، فقط به دنبال آنها نرفته اید. درس 91 دوره‌ای در معجزات میگوید معجزات در نور و روشنایی دیده میشوند.
در این دوره می‌خوانید معجزه همیشه وجود دارد. حضور آن به دلیل دید شما ایجاد نمی‌شود. غیبت آن هم نتیجه عدم موفقیت شما در دیدن نیست. تنها آگاهی شما از معجزات است که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معجزات را در روشنایی خواهید دید. شما آنها را در تاریکی نمی‌بینید. وقت آن رسیده است که در نور و روشنایی ببینید. تا وقتی باور داشته باشیم که دنیای فیزیکی تنها واقعیت ماست، معجزات ناشناخته باقی می‌مانند. ما تشویق شده ایم که به این دنیای مادی توجه کنیم. این توجه ما را دچار عادت انکار روشنایی کرده است و نور را نمی‌بینیم. تنها چیزی که درک می‌کنیم تاریکی است که ایجاد کرده ایم. جهانبینی ما از کودکی بر اساس ترس، جدایی، قضاوت و کمبود ایجاد شده است. به نظر می‌رسد که در یک کابوس زندگی می‌کنیم. تمام کاری که باید انجام دهیم روشن کردن چراغ است تا تشخیص دهیم که این فقط یک کابوس است. ما معتقدیم که ایمن نیستیم و مستعد ابتلا به بیماری، حمله و درد هستیم. ایمان ما به این دنیای مادی باعث شده است تا در ترس زندگی کنیم. ما به داستان‌های بیماری، ضربه روحی، محرومیت و نفرت اعتقاد داریم. ما داستان جدایی را باور داریم و فکر می‌کنیم از بعضی افراد بهتر و از سایر افراد پایین‌تر هستیم. این سیستم‌های اعتقادی زمانی اتفاق می‌افتند که از عشق سرچشمه هستی جدا می‌شویم. یک فکر به فکر دیگری منتهی و سپس در ذهن ما تکثیر می‌شوند. دوره‌ای در معجزات نشان می‌دهد که ما ایده‌های کوچک و دیوانه کننده جدایی از کائنات را در نظر می‌گیریم و یک جدایی مادام العمر از عشق را شروع می‌کنیم. این ایده‌های کوچک است که ما را از عشق به خدا جدا می‌کنند. وقتی این ایده کوچک را جدی گرفتیم و اتفاق افتادن آن را باور کردیم، تصمیم گرفتیم تا باور داشته باشیم که می‌توانیم عشقی را بر اساس دنیای جداگانه‌ای از دوگانگی ایجاد کنیم. با انتخاب این ایده‌های کوچک و دیوانه کننده جدایی در حقیقت به عشق کائنات پشت می‌کنیم. در این مرحله نفس یا ایگو ما را متقاعد کرد که ناامن هستیم، اما حتی شرایط را بدتر می‌کنیم. ما احساس گناه می‌کنیم زیرا از حقیقت خود یعنی عشق جدا شده ایم. لحظه‌ای که ایده‌های کوچک و دیوانه کننده جدایی را جدی گرفتیم، دنیایی از ترس را به جای دنیایی از عشق انتخاب کردیم. راه خروج از ترس، کنار زدن پرده‌ها و دیدن از پشت لنزهای روح است. بعد از انجام این کار به یاد خواهیم آورد که ایمن و کامل هستیم و از ما محافظت می‌شود. وقتی بپذیریم که دنیایی از عشق و پشتیبانی فراتر از قلمرو جسمی ما وجود دارد، می‌توانیم خود را موجودی معنوی بدانیم که تجربه انسانی دارد. این درک معنوی می‌تواند صلح، عشق و شادی زیادی را برای ما به ارمغان بیاورد. این همان مفهوم بهشت بر روی زمین است. ما در این دنیا زندگی می‌کنیم، اما افکار بهشتی داریم. مشکل ما ایده‌های کوچک جدایی نیستند. مشکل ما روشی است که ما به آنها پاسخ می‌دهیم. وقتی با ترس بیشتر به افکار مبتنی بر ترس پاسخ می‌دهیم، ایده جدایی از عشق را ادامه می‌دهیم. هر روز با اعتقاداتی مانند به اندازه کافی ندارم، همه افراد می‌خواهند از من سوء استفاده کنند، من بهتر از آنها هستم، کسی مرا دوست ندارد، به سمت ایده‌های کوچک جدایی متمایل می‌شویم. از لحظه بیدار شدن یک دنیای خیالی جدایی را ایجاد می‌کنیم و از حقیقت خود فاصله می‌گیریم. حالا این سوال مطرح می‌شود: چرا این پرده را کنار نمی‌زنیم؟ اگر در آن طرف پرده روشنایی، عشق و حقیقت است، پس منتظر چه هستیم؟ چرا اینقدر آن را عقب انداخته‌ایم؟ حتی با وجود ایمان به قلمرو معنوی، دائما با درکم از خودم، جسم و جدایی از عشق به چالش کشیده می‌شوم. 1 ماه قبل از شروع به نوشتن این کتاب به یک بنبست مهم در زندگی رسیدم. ماه‌ها بود که درگیر بیماری معده شده بودم. درد زیادی داشتم. نمی‌توانستم چیزی بخورم. ساعت‌های زیادی را در اینترنت صرف جستجوی علائم و تشخیص آن بیماری کردم. البته این یک ایده وحشتناک است و من این کار را به شما توصیه نمی‌کنم. من دعا می‌خواندم و مراقبه می‌کردم، اما ترسم از ایمان قوی‌تر بود.
سرانجام پس از ماه‌ها آزمایش پاسخی در مورد شرایطم دریافت کردم. در ابتدا این وضوح باعث تسکین من شد، اما تقریباً بلافاصله شروع به تمرکز روی چگونگی بهبود خودم کردم. من در قلبم می‌دانستم که وسواس جسمیم باعث ادامه یافتن این مشکل می‌شود. بنابراین شروع به دعا خواندن کردم. هنگام نهار با دوستم و معلمم ماریان ویلیامسون به دعاهایم پاسخ داده شد. او از من پرسید که حالم چطور است و من شروع به صحبت در مورد تمام درد و رنج‌هایی کردم که با آنها مواجه شده بودم. به او گفتم که بالاخره بیماری را تشخیص دادم، اما یک راه طولانی برای بهبود پیش رویم است. انرژی من ناخوشایند بود و او ترس من را احساس کرد. او مستقیم به چشم من نگاه کرد و گفت تو به هویت بدن وسواس داری. ماریان به من یادآوری کرد که می توانم با بخشی از خودم بدن یکی شوم که درگیر این مبارزه بود، یا می توانم با بخشی از خودم روح یکی شوم که درگیر آن نیست. او به من یادآوری کرد که بدن زمانی التیام می‌یابد که به آن نگاه نمی‌کنیم. سخنان ماریان مرا به سوی حقیقت برگرداند و به من یادآوری کرد که من بدن نیستم، من آزاد هستم. بعد از اینکه علائم جسمی من خودش را نشان داد، پذیرش این مفهوم بسیار سخت بود. اما می‌دانستم تا زمانی که با بدن خودم یک سو و همسو باشم، این علائم فروکش نمی‌کنند. با دقت بیشتری نگاه کردم که این وضعیت جسمی چگونه به وجود آمده است. یک سری از لحظات جدایی بدون عشق باعث شده بود که استرس زیادی داشته باشم. این استرس مرا به تمرکز بر روی جهان، بدنم و درک غلط و مبتنی بر ترس از خودم سوق داد. من هدف واقعی خودم که منبع عشق بودن و گسترش عشق بود را فراموش کردم. نصیحت ماریان را قبول کردم و تصمیم گرفتم که با روحم یکی شوم. زندگی با هویت روح به این معنا نبود که باید از مصرف دارو یا ادامه یک روش بهبودی دست بکشم. اما این بدان معنی بود که نباید به تمرکز بر روی بدنم اصرار می کردم، زیرا مرا در تاریکی نگه داشته بود. دعا کردم که خودم را در نور و روشنایی ببینم. من برای از بین بردن این پرده و ایستادن در نور همیشگی جهان مراقبه کردم. وقتی تغییر کردم و با روح یکی شدم، به توانایی خودم برای جذب سلامتی ایمان آوردم. هر روز تمرینم را ادامه دادم. این کار به من کمک کرد تا پرده را کنار بزنم و به سوی دنیایی از نور بروم. هر روز به خودم یادآوری می کنم که معجزات در نور و روشنایی دیده می شوند. هر بار دعا کردن مرا به نور نزدیک می کند. هر مراقبه فرکانس انرژی مرا به سمت نور سوق می دهد و هر فکر دوست داشتنی مسیر بازگشت به نور را برایم هموار می کند. من پذیرفتم که عشق درونم نور مرا نشان می دهد. لازم نیست تاریکی را پاک کنم. فقط باید انتخاب کنم تا در نور و روشنایی ببینم. می‌دانم که شما تفاوت بین یکی شدن با بدن و یکی شدن با روح را در یک سطح معنوی درک می‌کنید. اما در یک سطح دنیوی در برابر آن مقاومت خواهید کرد. در کتاب دوره از معجزات می‌خوانید به نظر دیوانگی می‌رسد اگر به شما بگویند که آنچه نمی‌بینید وجود دارد. ایمان شما نه در نور بلکه در تاریکی وجود دارد. من عمیقاً این مبارزات وجودی بین دنیای تاریکی و قلمرو معنوی نور را درک می‌کنم. هنوز تاکید زیادی بر زندگی در دنیایی دارم که نمی‌خواهم ببینم. دنیایی از حمله، نفرت، عصبانیت و خشم، مبارزه، درد، ناامیدی و رنج. اما باور دارم که تنها راه بیرون آمدن از این دنیای تاریکی این است که هرچه سریعتر نور را ببینم. دیدن نور یک تمرین است و مستلزم تمایل ما برای متوقف کردن ناباوری است. هرچه بیشتر به بینش نور بپردازیم، بیشتر درک تاریکی از بین می رود. دوره‌ای در معجزات حتی در مورد شراره‌هایی از نور صحبت می کند. چند سال پیش در ساحل نشسته بودم و کتاب دوره‌ای در معجزات را می خواندم. کتاب را پایین گذاشتم و به محل تلاقی آب و شن نگاه کردم. یک قاب روشن و مستطیل شکل از نور در آسمان دیدم.
انگار از داخل این قاب به اقیانوس نگاه می کردم. شگفت زده بودم و آرامش داشتم. به کتاب نگاه کردم و این جملات را دیدم: هنگامی که نور کمی را در اطراف چیزهایی ببینید که اکنون به آنها نگاه می کنید، این نور را درک خواهید کرد. این آغاز دید واقعی است. همانطور که پیش می رویم ممکن است شراره‌هایی از نور را ببینید. لبخند زدم، زیرا می دانستم که می دانم دنیایی فراتر از دید جسمی من وجود دارد. از آن زمان تا به حال شراره‌هایی از نور زیادی دیدم. من جرقه‌های درخشان نور و رگه‌های از رقص نور باشکوه را می‌بینم. غالباً در مراقبه‌هایم نور و روشنایی می‌بینم. وقتی با کائنات هم فرکانس می‌شوم، نور به عنوان یک احساس عمیق درونی خود را آشکار می‌کند. من عاشق این شراره‌های نور هستم، زیرا به من یادآوری می‌کنند که بدن نیستم و آزادم. این روزها به هر کجا می‌روم به دنبال نور می‌گردم. نور و روشنایی همیشه وجود دارد و انتخاب من این است که آن را ببینم. آرزو می‌کنم که شما هم تجربه‌هایی از شراره‌های نور داشته باشید. می‌خواهم که شما معنای واقعی زندگی در این دنیا را بدانید و افکار عاشقانه داشته باشید. می‌خواهم که با دنیای ادراک و دنیای نور ارتباط پیدا کنید و می‌خواهم که آن نور را به این جهان ادراک برگردانید تا بتوانید به گسترش دید محدود خودتان کمک کنید و نور را به تاریکی بیاورید. وقتی در نور زندگی می‌کنیم، به یاد می‌آوریم که جذب کننده حرفه‌ای هستیم. ما می‌دانیم که می‌توانیم با یک حضور قدرت، دانش و صلح فراتر از جهان ارتباط برقرار کنیم. بگذارید به شما کمک کنم تا نور را به خاطر بسپارید. وقت آن است که پرده را کنار بزنید. راهنمایی‌های مرا دنبال کنید و آن را ساده نگه دارید. خودتان را برای دریافت تاریکی قضاوت نکنید. بیایید با رها کردن هر گونه انتقاد از خود شروع کنیم. بسیاری از افراد خودشان را قضاوت می‌کنند که تا چه حد در دنیای ترس و تاریکی قرار گرفتند. به یاد داشته باشید که نور هرگز از شما جدا نشده است. دنیای تاریکی که شما درک می‌کنید صرفاً یک سری ایده‌های کوچک و لحظه‌های جدا از عشق هستند که شما را از نور این که چه کسی هستید جدا کردند. همین حالا بپذیرید که تاریکی و ناراحتی فرصت‌های بسیار خوبی برای نزدیک شدن به روح بودند. خودتان را به خاطر اینکه در ترس دنیا وارد شده اید سرزنش نکنید. خودتان را به خاطر ایمان و باور به تاریکی ببخشید. قضاوت خود را ببخشید. اعمال بد خود را ببخشید و خودتان را به خاطر ترس از نور ببخشید. در کتاب دوره‌ای در معجزات یاد می‌گیریم معجزات در نور دیده می‌شوند. لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید افکار خود را از ترس به عشق تغییر دهید، یک معجزه را تجربه خواهید کرد. اکنون با بخشش افکار ترس خود این تصمیم را بگیرید تا بتوانید به روح خود بازگردید. انتخاب کنید که در نور ببینید. هر وقت در درک دنیای مادی گیر افتادید، از خودتان بپرسید: آیا می‌خواهم در تاریکی ببینم یا مایلم در نور ببینم؟ اگر تمایل به پرسیدن این سوال را دارید، پس مایل به انتخاب نور هستید. این پرسش دعایی برای کمک است. یک یادآوری است که دنیایی فراتر از دید فیزیکی وجود دارد. دنیایی فراتر از ترس، دنیایی فراتر از محدودیت، دنیایی که روشن است. چشمانداز نور منتظر است تا آن را انتخاب کنید. آگاهانه انتخاب کنید تا در طول روز در نور و روشنایی ببینید. این رفتار را یک عادت کنید. پس از این انتخاب ساده، بسیاری از معجزات رخ می‌دهند. به تازگی با انتخاب دیدن در نور، یک تغییر شگفت‌انگیز را تجربه کردم. یک روز بعد از ظهر نامه‌ای از شخصی دریافت کردم که نگران متنی ناخوشایند درباره من در صفحه اجتماعی شخص دیگری بود. او در یک متن طولانی مرا به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. می توانید تصور کنید که خواندن این متن چقدر برای من ناخوشایند بود. آنچه مرا بیشتر ناراحت کرد این بود که چندین نفر در صفحه او کامنت گذاشته بودند و می گفتند خب آخرش یکی پیدا شد که بگوید گبی چقدر وحشتناک است. به طور معمول نسبت به نفرت در اینترنت واکنش نشان نمی دهم.
من به یکی از تمرین‌هایم افتخار می‌کنم. اسم این تمرین ببخش و حذف کن است. اما این متن واقعا مرا تحریک کرد. ساعات زیادی را در تاریکی منفی نگری گذراندم. پیام‌های منفی دیگر این زن را خواندم، دفاعی شدم و به خودم اجازه دادم تا نسبت به آن متن احساس افسردگی کنم. آن شب در حالی که هنوز در مورد این متن احساس بدی داشتم، شوهرم مرا صدا کرد و گفت هنوز هم در مورد آن متن وسواس داری؟ گفتم بله، به نظرم نمیتوانم فراموشش کنم. او با دلسوزی به من نگاه کرد و گفت پست‌های منفی او را نخوان. در عوض به افرادی کمک کن که منتظر کمک تو هستند. میتوانی این کار را با جواب دادن به هزاران پیامی که در اینستاگرام برایت فرستادند شروع کنی. این یک معجزه بود. لحظه‌ای که او پیشنهاد کرد تا تمرکز خودم را از تاریکی تغییر دهم و به جای آن نور را ببینم، احساس آرامش کردم. چند روز را صرف پاسخ دادن به زیباترین استوری‌ها، توصیفات و پیام‌های مردم از سراسر جهان کردم. آنها یادداشت‌های سپاسگزاری، دعا و داستان‌های معجزه‌آسایی می‌فرستادند. در طی این چند روز با پاسخ دادن به پست‌ها و کمک به مردم احساس هدفمندی و پر از نور بودن کردم. احساس می‌کردم عمیقاً به جامعه‌ای وصل شدم و سرشار از شادی هستم. من از درک بدنم، خود جسمیم که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد جدا شده بودم و دوباره با روحم پیوند برقرار کردم. همان روحی که یک نیروی عشق در جهان است. صبح روز سوم که از خواب بیدار شدم پر از عشق بودم. به جای اینکه تلفنم را بردارم یا از رخت خواب بلند شوم، فوراً با خودم گفتم برای افرادی که با آنها در ارتباط هستی دعا کن. وارد راز و نیاز عمیقی شدم و شروع به ارسال نور به جامعه‌ام کردم. من برای آنها دعا کردم که آرامش خاطر، سلامتی، نشاط و بیداری معنوی داشته باشند. برای آنها دعا کردم که نور را به خاطر بسپارند. هرگز در زندگیم به این اندازه احساس شادی نکرده بودم. دیگر به پست‌های نفرت انگیز آن صفحه نگاه نمی کردم و این نظرات هیچ قدرتی بر من نداشتند. واقعا فهمیدم که معجزات در نور و روشنایی دیده می شوند. این تجربه مرا دگرگون کرد. عامل اصلی بیداری معنوی من تغییر تمرکز از منفی نگری به سمت خدمت به دیگران بود. امروز می توانم بگویم که از زنانی که در آن صفحه اجتماعی از من متنفر بودند بسیار سپاسگزارم. آنها یک تکلیف معنوی و یک معجزه به من پیشنهاد دادند. می دانم که می توانند عشق مرا حس کنند، زیرا آنها را رها کردم. من دوستشان دارم، زیرا به من نشان دادند که نور می تواند همه ترس‌ها را از بین ببرد. در این تجربه توانستم با ارزش اصلی خودم یکی شوم. فهمیدم که آنچه در مورد خودم بیشترین ارزش را برایم دارد، توانایی من برای یک حضور عشق بودن در جهان است. وقتی با تاریکی روبرو شدم، با کمک به سایر افراد به احساس خوب دست پیدا کردم. فهمیدم که وقتی در یک حالت ناراحتی یا واکنش پذیر هستیم، صرفاً در برابر نور دفاع می‌کنیم. تنها پاسخ به ترس عشق است. امیدوارم که داستان من به شما کمک کند تا ببینید چقدر ساده می توانید پرده را از تاریکی افکار منفی کنار بزنید و نور خود را باز پس بگیرید. در هر لحظه می توانید این انتخاب را انجام دهید. وقتی احساس ضعف می کنید، روی قدرتتان تمرکز کنید تا مسیر معنوی خود را دنبال کنید. هنگامی که از بی‌عدالتی‌های دنیا عصبانی هستید، روی تمرین‌های این کتاب تمرکز کنید تا دوباره با نور خودتان همفرکانس شوید و بتوانید انرژی جدایی را تغییر دهید و به عشق بازگردید. جایی که تاریکی وجود دارد، می‌توانید روشنایی را به آن بیاورید. به انتخاب خودتان برای دیدن در نور و روشنایی افتخار کنید. وقتی تمرکزتان بر جسم را متوقف می‌کنید، می‌توانید از طریق لنز روح مشاهده کنید. دیگر اهمیت کمتری برای موضوعاتی که پیش می‌آیند قائل می‌شوید و بیشتر به نحوه مدیریت آنها اهمیت می‌دهید. هر بار که از خودتان بپرسید آیا می‌خواهم در تاریکی ببینم یا مایلم در نور ببینم، دری را برای یک معجزه باز می‌کنید.
لحظات معجزه‌آسایی را جشن بگیرید که به جای بدن با روح خود یکی می‌شوید. سوار بر این نیروی معجزات شوید و بگذارید لذت زندگی در روشنایی شما را فرا بگیرد. وقتی تغییر از ترس به عشق را تجربه کردید، اثبات معنوی خواهید داشت که دید معنوی همان چیزی است که واقعاً می‌خواهید. مراقبه در نور و روشنایی. انتخاب روشنایی در هنگام گیر کردن در اندوه دنیوی کار دشواری است. در اینجاست که مراقبه اثر خود را نشان می‌دهد. یک تصور غلط رایج وجود دارد که مراقبه فقط برای کاهش استرس یا خاموش کردن افکار رقابتی شماست. مراقبه این کار را انجام می‌دهد، اما نقش و تأثیر آن بسیار بیشتر است. وقتی مراقبه می‌کنیم، می‌توانیم از انرژی این دنیا فراتر برویم و قدم در مکانی مملو از عشق بگذاریم. مراقبه راهی برای رسیدن به نور است. شما اراده خود را به حضور دوست داشتنی درون تسلیم می‌کنید و می‌توانید به آرامی از روی پل دنیای ادراک به دنیای نور هدایت شوید. مراقبه تسکینی از دلبستگی به ترس را به شما پیشنهاد می‌دهد. ممکن است اسرارآمیز به نظر برسد، اما وقتی این اتفاق می‌افتد خودتان متوجه می‌شوید. هرچه در هنگام مراقبه کمتر مقاومت کنید، دنیایی فراتر از تجربیات فیزیکی خود خواهید شناخت. شما می توانید اجازه دهید که بهبودی رخ دهد و ایده‌های خلاق نمایان شود و یک احساس شوک‌گذاری سراسر وجود شما را فرا بگیرد. می خواهم بدانید که هنگام مراقبه تسکین و شادی بی‌نظیری را تجربه می کنید. مسیر همفرکانسی با کائنات از آرامش یافته شده در مراقبه آغاز می شود. این آرامش به قدری عمیق است که دنیای ادراک را پشت سر می‌گذارید و وارد قدرت نور خود می‌شوید. با مراقبه می‌توانید درک ترسناک خود از جهان را متوقف کنید، حتی اگر فقط برای یک لحظه باشد. یک لحظه کافی است. یک لحظه ایمان می‌تواند شما را برای همیشه تغییر دهد. با مراقبه معجزه‌ای را که در انتظار شماست تجربه خواهید کرد. ارتباط شما با این بعد غیر فیزیکی وارد تمام زوایای زندگی شما خواهد شد. این به شما کمک می‌کند تا به راحتی بتوانید جریان مثبتی از رفاه و فراوانی را برای جذب هرچه بیشتر آنچه می‌خواهید حفظ کنید. مراقبه برای کنار زدن پرده. برای کنار زدن پرده‌ها مراقبه مرا دنبال کنید. به محض اینکه از این مراقبه خارج شدید، دفترچه خود را باز کنید و در مورد تجربه‌تان در نور و روشنایی بنویسید. مهم است که این تجربه را ثبت کنید تا فراموش نشود. یک مکان راحت برای صاف نشستن بر روی زمین یا صندلی پیدا کنید. به آرامی چشمان خود را ببندید و کف دستانتان را رو به بالا روی زانوی خود قرار دهید. تا 5 شماره دم داشته باشید. 5 4 3 2 1. تا 5 شماره بازدم داشته باشید. 5 4 3 2 1. تا 5 شماره دم داشته باشید. 5 4 3 2 1. تا 5 شماره بازدم داشته باشید. 5 4 3 2 1. این چرخه تنفس را ادامه دهید و به خودتان اجازه دهید تا به آرامی در یک حالت آرامش قرار بگیرید. بگذارید افکارتان بیایند و بروند. درباره آنها قضاوت نکنید. این چرخه دم و بازدم را ادامه دهید. وقتی در حالت تنفس هستید، خودتان را ایستاده در حاشیه یک پل ببینید که می توانید روی آن قدم بزنید. این پل می تواند ارتفاع کم یا زیادی از سطح زمین داشته باشد. پشت سر شما ابر سایه‌دار تاریکی قرار دارد. می توانید حس کنید که این تاریکی نشان دهنده ترس و درک فیزیکی شما از جهان است. به جلو نگاه می کنید و نور روشن و درخشانی را مشاهده می کنید. این نور پر انرژی دارای کششی است که شما را به سمت خود می کشد. یک نفس عمیق بکشید
و تسلیم نیروی قدرتمند نور شوید. بگذارید این نور شما را از تاریکی به سمت روشنایی ببرد. با هر گامی که برمی‌دارید، چرخه دم و بازدم را تکرار کنید. هرچه به انتهای پل نزدیکتر می‌شوید، می‌بینید که سایه‌های جهان ناپدید می‌شوند و دیگر آنها را پشت سر خود نمی‌بینید. نفس عمیق بکشید و از روی پل به سوی دنیای نور بروید. حالا تمام آنچه می‌بینید روشنایی نور است. در این نور شما بدن نیستید. شما آزاد هستید. شما قدرتمند و یک میدان انرژی از عشق و نور هستید. شما آرام هستید و از شما پشتیبانی می شود. شما را دوست دارند. در برابر گذشته مقاومت نمی کنید و ترسی از آینده ندارید. تمام چیزی که در این لحظه دارید نور و روشنایی است. به خودتان اجازه دهید تا زمانی که می خواهید در این نور بایستید. به نفس کشیدن طولانی و عمیق ادامه دهید و بگذارید این نور شما را به حقیقت خودتان بازگرداند. در نور بایستید و نفس بکشید. وقتی احساس می کنید که باید از مراقبه خود بیرون بیایید، یک دعای آرام را زمزمه کنید. معجزات در نور دیده می شوند. من تصمیم می گیرم که در نور ببینم و هر کجا می روم نور را با خودم به همراه دارم. یک نفس عمیق بکشید و رها کنید. وقتی آماده شدید چشمان خود را باز کنید. پس از مراقبه دفترچه خود را بردارید و آزادانه در مورد تجربه ایستادن در نور روشنایی بنویسید. معجزه آزاد کردن دنیای ترس و پذیرش دنیای نور را مستند کنید. با این تمرین ارزش زیادی پیدا خواهید کرد، زیرا از طریق آن می توانید به خودتان یادآوری کنید که واقعاً چه کسی هستید. وقتی تمرین نوشتاری خود را تمام کردید، یک بار دیگر دعای خود را زمزمه کنید. معجزات در نور دیده می شوند. من تصمیم می گیرم که در نور ببینم و هر کجا می روم نور را با خودم به همراه دارم. اکنون روزتان را ادامه دهید و هر کجا می روید نور را همراه خودتان ببرید. این مراقبه برای کمک به شما به منظور دیدن در روشنایی نور کافی است. ممکن است شراره‌هایی از نور را تجربه کنید یا ممکن است احساس عشق داشته باشید و نور در مراقبه به سمت شما جذب شود. مهم نیست که با چشم جسم خود نور را می‌بینید یا آن را به عنوان حضوری از بهبودی احساس می‌کنید. شما به روش منحصر به فرد خود نور را تجربه خواهید کرد. روش‌های زیبای بسیاری برای تجربه نور وجود دارد. به این روش اعتماد کنید و هر چه سریعتر آن را انجام دهید. روشی که ما پرده تاریکی را کنار می‌زنیم و نور را به یاد می‌آوریم، تکیه بر قدرت کائنات است تا افکارمان را به سمت عشق هدایت کنیم. وقتی ایمان و باور داشتن را جایگزین ناباوری خودمان می‌کنیم، نور را به یاد می‌آوریم. وقتی مراقبه می‌کنیم، ذهن خود را آرام و مقاومت را رها می‌کنیم و نور را به یاد می‌آوریم. وقتی دلسوزی را به جای حمله انتخاب می‌کنیم، نور را به یاد می‌آوریم. وقتی برای بخشش دعا می‌کنیم، نور را به یاد می‌آوریم. وقتی تصمیم می‌گیریم که پرده ترس را کنار بزنیم، تمام آنچه می‌ماند نور است. هر کجا می روید نور و روشنایی را با خود ببرید. وقتی شروع به دیدن فراتر از دنیای مبتنی بر ترس می کنید، هرچه بیشتر به سمت نور متمایل می شوید. این احساس را خواهید داشت که هر کجا می روید باید نور را با خود داشته باشید و اینکه روشنایی بخش خانه، محل کار و اجتماع هستید باعث خوشنودی شما می شود. حتی ممکن است متوجه شوید که مردم برای حمایت و راهنمایی بیشتر به سمت شما جذب می شوند. حضور در کنار افرادی که درخشان هستند حس خوبی به شما می دهد. در این نقش جدید شما تمایل کمک به کسانی را دارید که رنج می برند و وقتی متوجه می شوید کسی در حال مبارزه و کشمکش است، باید در مقابل گیر افتادن آنها در اندوه مقاومت کنید. ممکن است بخش‌هایی از شما هنوز با نیاز آنها همسو باشد.
اما اگر نیازهای آنها را با نیازهای بیشتری برآورده کنید، نمی‌توانید با آنها خدمت کنید. بهترین راه برای حمایت از کسی که در ترس قرار گرفته، متمایل شدن به سمت عشق و نور بودن است. شما باید از موضع عشق با آنها دیدار کنید و اطمینان داشته باشید که انرژی احساس خوب شما کافی است. این هدف روح ماست که به دیگران کمک می‌کنیم و هر کجا که می‌رویم نور را با خودمان داشته باشیم. ما باید آگاهانه از یک موضع قدرت و همفرکانسی خدمت کنیم. آبراهام هیکس میگوید وقتی پیشنهاد کمک می‌کنید باید با موفقیت همفرکانس باشید، نه با مشکلات آنها. بهترین راه خدمت به دیگران احساس شور، هیجان و اشتیاق در هدایت آنها به سمت راه حل هاست، نه اینکه درگیر مشکلات آنها شوید. توجه به موفقیت آنها شما را با این واقعیت هم فرکانس می کند که آنها نیز جذب کننده حرفه‌ای هستند. دیدن این افراد در این نور به آنها کمک می کند تا به یاد بیاورند که واقعاً چه کسانی هستند. حتی اگر آماده دریافت راهنمایی شما نباشند، افکار و انرژی مثبت شما کافی است. دیدن افراد در عظمت بزرگترین هدیه‌ای است که می توانید به آنها بدهید. گاهی اوقات بهترین کمک به افراد به منظور بیرون آمدن از ترس این است که آنها را احاطه شده در نور تجسم کنید. نور در همان جایی است که قدرت واقعی شما نهفته است. قدرت واقعی در ارتباط معنوی و ظرفیت شما برای همسویی با انرژی عشق و دید درونی نور قرار دارد. یک جذب کننده حرفه‌ای بودن یعنی باید چیزهایی را کنار بگذاریم که فکر می‌کنیم در این جهان به ما قدرت می‌دهند. تمام قدرت بیرونی ما در واقع دفاعی در برابر نور است. وقتی با افکار عاشقانه فکر می‌کنید و از طریق لنزهای نور می‌بینید، برای هر مشکلی راه حلی پیدا می‌کنید. زندگی با قدرت معنوی واقعی به معنای زندگی در نور و روشنایی است. امیدوارم این پیام‌ها الهام بخش شما باشند تا پرده دنیای مبتنی بر ترس و رنج را کنار بزنید و دنیای ایمان و عشق را در آغوش بگیرید. اکنون که به پایان این فصل نزدیک می‌شویم، می‌خواهم چیزی را به شما یادآوری کنم. توقع نداشته باشید که همیشه در نور زندگی کنید. حتی یک لحظه زودگذر نور و روشنایی کافی است. وقتی این لحظات را در کنار هم قرار دهید، به واقعیت شما تبدیل می شوند. به یاد داشته باشید که این تمرینی برای خنثی کردن درک تاریکی و یادآوری نور و قدرت واقعی ماست. این اتفاق یک شبه رخ نمی دهد، بنابراین مهم است که معجزه ها را در طول این مسیر جشن بگیریم. هر تغییری که سبب حرکت از تاریکی به سمت نور می شود، شما را به حقیقت نزدیک می کند. بگذارید این تغییرات به طور طبیعی بیایند و به نور متعهد بمانید. در فصل بعد به شما کمک می کنم تا با قدرت هدایت معنوی در همفرکانسی بیشتری با نور قرار بگیرید. وقتی به سمت نور متمایل می شوید، از انرژی الهی آگاه خواهید شد که همیشه از شما حمایت می کند. حضور هدایت معنوی همواره در دسترس شما بوده و حالا زمان آن رسیده است که دوباره با آن وصل شوید. قلب و ذهن خود را باز کنید تا پذیرا باشید. باید از خود تمایل نشان دهید تا از شما پشتیبانی شود. پایان فصل 5. دوستان عزیزم، ممنون که همراه هم هستید و ممنون از اینکه این کانال رو به دوستانتون معرفی میکنید.